بیلدر یکی از پرکاربردترین شخصیت‌های بازی کلش آف کلنزه که 5 نکته جالب در مورد اون وجود داره که شاید ندونید. توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم که اگه کلبه سازنده رو جابجا کنید دنبال اون حرکت میکنه، ولی میدونستید که هیچ چیزی نمیتونه مانع اون واسه ساخت و ساز بشه، به طوری که واسه ارتقای ساختمون‌ها روی آب هم راه میره. اکثر بازیکن‌ها فکر میکنن که بیلدر فقط ساختمونا رو ارتقا میده، ولی اون توی لول‌های بالاتر ساختمونا رو هم تعمیر میکنه. میدونستید توی سال 2017 بیلدر دچار حمله عصبی شد و از کلش آف کلنز لفت داد، به طوری که تا 1 ماه توی بازی اثری از سازنده نبود. اون رفت تا به زندگی معمولی خودش برگرده، ولی نتونست طاقت بیاره و در نهایت به بازی برگشت. ولی فقط همین نبود، بلکه بیلدر توی سال گذشته این بار دچار حمله روانی شد، به طوری که سرش رو 360 درجه میچرخوند و به شما ظلم میزد. در نتیجه بیلدر تصمیم گرفت بیخیال این دنیا بشه و وقتشو با در و دافای دهکده بگذرونه و البته امیدوارم دنیا به کامش باشه و این بار شکست عشقی نخوره. اگه به این سبک ویدیوها علاقه داری سابسکرایب کن.